میشه؟ 1 پند 1 نه بگی جواب باشید بگی همه بشنوی خصوصیه گم شو برو بیرون بیشتر جات ولی آقا زنگ خورده زنگ مهم نیست هپ سلام آقا دیر اومدی سر کلاس نمیذارم بیای تو ببخشید آقا خونمون دوره مهم نیست 10 دقیقه است که از زنگ گذشته زنگ مهم نیست گفتی راه خونتون دوره پس کجا زندگی میکنی؟ پیش خانواده خب خانوادت کجا زندگی؟ پیش من خب کلتون کجا زندگی میکنید؟ کنار هم زهر ما بیا پا تخته بیا جا عدد 66 پا تخته آقا نمیتونی نمیتونی؟ دو تا شیشه باید کنار هم بذاری دیگه خب پس بگی شیشه کو؟ آقا این طرفی بکشیم یا این طرفی کوف دو زب در دو نه هر راحت باشی بلند بگو همه بشنوی خصوصیه خوب شدیم با کمال من زنگ خورد بشین سر جات کلاس تمام نشده آقا اجازه زنگ خورده زنگ مهم نیست ادامه میدیم دو سلام آقا دیر اومدی نمیتونی بری سر کلاس آقا ببخشید خونمون دوره. به من چه 10 دقیقه است که زنگ خورده زنگ مهم نیست. گفتی که خونتون دوره کجا زندگی پیش میکنی خانواده. خانواده‌ات کجا زندگی میکنه پیش من. کلتون کجا زندگی میکنی کنار هم. مرض بیا با تخته یه ماژیک بردار بله آقا. عدد 55 رو بنویس آقا نمیتونی. نمیتونی 2 تا 5 کنار هم بنویس خب آقا 5 دیگری کدوم رو بنویسی؟ این طرفش اون طرف. گفتم ببینم